آخرین تماس را طریق تلفن میگیریم. السلام علیکم، بفرمایید. السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خیلی شدم که در افیر شما افتادم مکه جان. من میخواستم یک دو سخن درباره قانون هایی که برآمدگی در تاجیکستان در مکتب ها بفرمایید. از سال 2015 سپتامبر سال 2015 به کار می‌دراید. یعنی در مکتب های تاجیکستان با طفلان تاجیک درس علاقه جنسی می‌آموزند. الله المستعان. الله المستعان. این قانون ها هم در تاجیکستان هست. من می‌خواستم این را برسانم به تمام مسلمانای روی دنیا که از این با خبر باشن. میتونن در رسانه ها درویم بخوانند با زبان روسی اگر کدام بتونه بدروی بخونه که уроки полового акта в Таджикистане. و درست. برادر عزیز باز قانون‌های هستن، باز شاعرای هستن در تاجیکستان که مثل بازار صابر که تاجیکا را با گذشته هاشون، یعنی تمام پیامبرای روی دنیا را و آفریدگار 18,000 عالم میگوید که با یک کلاه لنین نمیارزن، یعنی یک کلاه لتگین لنین از اونها بالا میدونن. این خیلی شاعرها هستن و برای این شعر خوانش کافر مرتد بازار صابر صاحب سه خانه ها یا که بگیم صاحب یک خانه خیلی خوب در تاجیکستان شد. از طرف رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمانوف با یک خانه سه خانه تحفه کردند. و باز برادر عزیز در بگیریم در تاجیکستان قانون‌های باز برآمده است که ریشای مردها را مجبوری برده می‌تراشند، خواهرها را حجابشان از سر می‌گیرند. و اگر رخصت یک جان یک سوال ما به شما داشتم و اگر رخصت باشه یک چند سخن می‌خواستم با مردم تاجیکستان با طریق افیر شما برسانم. بفرمایید. بفرمایید. خب مردم تاجیکستان اگر صدای ما را شنیده باشه به الله قسم شما هیچ وقت دیگر رحمانوف سایه خدا نگی. خیلی که سید مکرم ببخشید سید مکرم مفتی تاجیکستان میبرای روزی زادروز امام علی از روی زادروز امام علی رحمانوف شده روز عید قربان بر روزی زادروز امام علی رحمانوف میمونه. گویا امام علی رحمانوف ماهتاب میگویند، امام علی رحمانوف آفتاب میگویند، فتوا میبرند که او سایه خدا است و زید سایه خدا شما سخن نگویی و الله قسم شما او را سایه خدا نگویی که کافر میشه. چون که سایه خدا هیچ وقت مینوشی نمیکنه، هیچ وقت رقاصگی نمیکنه، هیچ وقت سرودخوانی نمیکنه. چخیلی که رحمان شما میکنه. از خدا بترسه. این ملخایی که داخل تاجیکستان شده‌اند او برفی که در تاجیکستان ریخت و 90 میلیون دلار دهقانای تاجیک ضرر دیدن، این غضب خدا بالای مردم تاجیکستان است. از غضب خدا بترسه. هیچ وقت او مرتد از سایه خدا نگه مردم تاجیکستان. این علاقه درس علاقه جنسی کودکای شما را فاسق میکنن، کودکای شما را فاحشه کرده‌اند. با شما میخزه دفاع از همون امام علی رحمان میکنه و الله قسم ما جوانای تاجیک 20 ساله 23 ساله میریم در ملک روسیه غلام میشیم، از دست ملتگرای روسا کشته میشیم. ما نه در وطن خود قدر داریم، نه در روسیه، نه در اروپا، در هیچ جا. ما ملت بودیم که فردوسی و رودکی، ابن سینا و بسیار عالمای بزرگ داشتیم. ما را همچون تاجدار در جهان میشناختند. در روسیه در تلویزیون ها ما را روشن جمشید گفته ببخشید یک برنامه هست به حال تاجیک میخندند. تاجیک از درون او توالت میگن حاجتخانه، از درون حاجتخانه گویا تاجیک گرفته خوراک میخوره. همین در تلویزیون‌های روسیه نشر میکردن و مردم روسیه میخندید. امروز به نام همو روشن و جمشید با یک خنده تاجیکا را میخندند. ای مردم تاجیکستان شرم بداره. ملت ما و شما را نیست کرده‌اند، دین ما و شما را از بین برده‌اند. چه خیلی که پیش ما زبان فارسی میخواندیم، یعنی حرفای فارسی داشتیم، از مکتب ها اونها را گرفتن. امروز دین ما را از بین ما و شما گرفته‌اند. و الله قسم اگر ما امروز نخزیم از دین خود، از حق خود، از حقوق خود دفاع نکنیم، ما تاجیکستان را از دست میدیم. برادر عزیز شنیده است مرا؟ بله 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 بله. برادر عزیز من جوان هستم که از دین خود، از ملت خود، از وطن خود دفاع کردم. وقتی سال 2012 در بدخشان در ماه شریف رمضان این رحمانوف لعین رفته خونی برادرای بدخشانی ما را ریزان. در ماه شریف رمضان ما گریه کردم. وقتی زمین تاجیکستان به چین تحفه کرد، وقتی سربازای تاجیک رفتن به جای که بگیرن
تحفه دادن به سربازای چین. دخترای تاجیک بردن رقص و بازی کردن، یعنی با رقص و بازی سرزمین ما را به چینی ها دادن. من نالیدم و برآمدم از حق خودم، از حقوق خودم با استاد شهید عمرعلی قوتوف دفاع کردیم. و این کارگرای امنیت که روز شما گفته که کارگرای امنیت بسیار از حق حقوق امیر رحمانوف دفاع میکنن و جای خدمت مردم بکنن، خدمت رحمانوف میکنن. من یک مادر بزرگی پیر داشتم در تاجیکستان، بیچاره رفتن، ترس ماندن، خدا رحمت کنه، جوش جنت گیره. از ترس از دنیا گذشت رفت. تا کی ما مادرامون از دست میتیم؟ تا کی ما سرزمینمون از دست میتیم؟ تا کی ما از غلام میشیم؟ مردم تاجیکستان به الله قسم هوشیار باشه، بیدار شوی. همون قانون میگه، همون قاعده میگه، همون کانستیتوسیا میگه شما هم از همون قانون، از همون کانستیتوسیا هموقت استفاده بره. بگه که چرا ریشی مرا میتروشی؟ در کدام قانون، در کدام کانستیتوسیا نوشته شده است؟ با کدام امضا کی امضا که ریشی مرا تو مجبوری برده تراشیده استی؟ در کدام قانون و کانستیتوسیا نوشته شده است که حجاب او خواهر یا حجاب مادر مرا یا حجاب او خواهر دیگری را برای مجبوری بگیری؟ کنی قانون، کنی کانستیتوسیا. راست در تاجیکستان اگر همین قانونا را خودتون رعایت نکنه، ما هم رعایت نمیکنیم. همین قانونا را شما ببخشه پایمال کردگی، ما هم پایمال میکنیم. برادر عزیز، باز شما ما را شنویده است، باز یک حادثه دیگر شده است. پسران همیا با ماشین حادثه شد سال 2014. پسر حکومت میگویند یکی از همین قداهای امام علی رحمانوف 3 کس را زد، 3 آدم جاندار به جان کرد، یعنی نابود شدن، مردن. 120 سومان برای جان 3 کس او پسر وزیر جریمه کرده شد و حالا در آزادی است. و او روز یک پسر دیگر در بارای ماشین، یک کارگر گئی میگیم ما، بگیم کارگر بدعه، درست. در بالای ماشینش او را برد 2 سال زندانیش کردن. یعنی 3 کسکش در آزادی میگرده، یک ماشین دگری را برد او 2 سال زندانی میشود. بعد دوستای عزیز باز بگیم از طرف یا میکشن تجاوز میکنن خواهرای ما و شما را، یگام تش زندانی نمیشوند، یگام تش زندانی نمیشه. وقتی ما جوانا برآمدیم سخن زدیم، حاضر خودی من شخصا در تاجیکستان اگر مرا بخفن میکشن، اگر حاضر خودی مرا حاضر در همین دولت‌های اروپا اگر بخفن میکشن. گفتگیان این جوانا بکشه، چون که در اینترنت بسیار سخنا میزنن. خیلی که دیگر جوانای تاجیک هستن از حق حقوقشون دفاع میکنن، ما را حکم قتل دادگی او رحمانوف. میگه برادرای عزیز، ما از جان خود گذشتیم، ما از او دنیا، از او شیرینی‌های دنیا که شما هر روز دیده است، والله قسم از همه گذشتیم. تنها بهر یک چیز، شما ملت تاجیک، مردم تاجیکستان، شما را ما آزاد کنیم. والله قسم در پیش همه ما بار دیگر قسم میخورم که ما از بحر دنیا، از بحر مادر، از بحر یار و برادر، از تمام شیرینی‌های دنیا گذشتیم، تنها به او خاطره که تاجیکستان از همه مرتد، از همه حرامزاد، از همه اولاد گرسنه آزاد بکنیم. تا کی شما برادرای تاجیک، تا کی شما خدمتگار یک مردم، یک عائله میشوی؟ تا کی تجارتکار و تجارت؟ اینا عمرعلی قوتوف استاد عزیز شهید خدا رحمت کنه، جاش جنت بگردونه، از بگیم از سالهای 70 80 تجارت شمه بود، با پای خیز میلیون ها داشت. ثبت گوش کرده داماد رحمانوف، آقا داماد رحمانوف به استاد ما میگوید که ما با تو 30 میلیون دلار میتیم، ما دختر ما با تو میتیم. یعنی کدامش خیش توار نزدیک میشی با امام رحمانوف؟ بیا کارخانه تا به من ده، دوستی و رفیقی بکنیم، چیز دیگر سخن نکو، تنها کارخانه تا به من ده. استاد ما بر روی وا توف کرد، از تاجیکستان خارج شد و در ترکیه در سر او یک تیر زدن. این قاتلا، این حراما، این نامردا تنها تاجیک میکشند. ببخشید این کار ملتگرایی نیست. امروز رحمانوف در تلویزیون ها برآمده میگه که ریش از تاجیکان نیست، سطر از تاجیکان نیست، این عربی و افغانی و ایرانی است. شما سطر نپوشه خشا تاجیک میگیره، یعنی خشا بگیم آریایی میگیره، خشا تاجیک میگیره. والله قسم ملت او تاجیک نیست. اون مغولای بلجوان، همون مغولای بلجوان که واسه را کشته بودن از روی تاجیک بدنش، همون مغولای بلجوان که تاجیکا را از روزهای اولشان بد میدیدن. این کار ملتگرایی
است. تنها با او خاطر گفتم که امام علی رحمانوف مرتد قاتل امروز خودش تاجیک میگیره. او از ملت ما نیست، او از دین ما نیست، او انسان هم نیست، او یک نجس است. شما از اون نترسید. در بیای با برادرای تاجیک یک جا باشیم، هممون با یک صدا بگیم که رحمانوف تاجیکستان سرزمین ما هست، این دینی که با ما هست. و الله قسم این پیامبرا جان دادگیم برای دین. این صحابه های پیامبر این دین بر چندین میلیون شهید ها شاید شده باشه. بعد این دین آمد به سر این مردم تاجیکستان. اگر نمی آمد همو آتش پرستی، همو گمراهی، همو ناکسی بودیم. و او زنه که بر آمد اینجا گفت اپا جان اگر مرا گوش کردی سبزی گفتی مسلمان ها بسوادن. ای خدا بترس، شرم بدار. چه خیلی مسلمان ها بسوادن. ابو علی ابن سینا، رودکی، فردوسی، صدرالدین عینی، بابا جان غفور، همش کافر بودن مثل شما. همش مسلمان بودن. از روی هموا تاجیک هم میشناسن. اگر همو مسلمان ها همو عالمان نمیشیدن این روز شما را نمیشیده. رحمانوف اگر مرا گوش کرده بودی، گوش کرده باشی، میگویی که ریش از آن تاجیکان نیست، ریش های مردم هم مجبوری برده تراشیده است. او 500 سامانه، او 100 سامانه، او هیکلایی که با نام شاعرها در تاجیکستان در پایتخت هستند، او پلایی که عکس های شاعرای بزرگ ما هستند ریش دارن. چرا در عکس ها او باریشن و تو میروی میگی که ریش ای از آن تاجیکی نیست؟ به خدا قسم تو مردم تاجیک از ظالمیت، از مرتدیت نمیدونی چی خیم خونی مردم ابوما که. و الله قسم تا جان در تن ما هست، تا او خداونده که او ترس او وهن از دل ما دور کرده، ما غضب خداوند بالای تیم. ما الله شاهده، ما در الله قسم میخوریم که ما همه کسا جوانای تاجیک تر نیست نابود میکنیم. ما را میکشی 100 تای دیگه ما پیدا میشود، 200 تای ما را میکشی 2000 تای دیگه ما پیدا میشود. این مبارزه هیچ وقت تمام شوی نیست. و اکا جان بخشش ما وقت شما را شاید تشکر برادر عزیز. الله متعال. سوال همین مردم تاجیکستان امام علی رحمانوف سایه خداوند میگویند. من میخواستم شما یک مردی با عالم، یک مردی با سواد، همین یک امر معروف کمتر میفهمونده که آیا درست است همین مرتد در تاجیکستان سایه خدا بگن؟ چون که مردم تاجیکستان خیلی گمراه شدگن و همیشه مرا کمتر ناراحت میکنه. و برادرای عزیز من از شما یک جهان تشکر می‌دارم که این برنامه را تشکیل کردید. سلامت باشید. تشکر از شما، خدا نگهدارتون. من فقط خیلی کوتاه چون لحظات پیش صحبت کردم در این مورد. ببینید در دربار فرعون زمانی که با موسی علیه السلام درگیر بود، یکی قارون بود که پول داشت. قارون ها الان زیاد هستن در تاجیکستان، در افغانستان، در جاهای دیگه که در اختیار فرعون ها قرار دارن، از پول و داراییشون در راه اهداف فرعون استفاده میکنن. دیگری بلعم باورا بود. این عالم بود و جنایات فرعون را توجیه میکرد. میگفت خدا داده به فرعون حکومت، به شما نداده؟ شما ساکت بشینید؟ خداوند تو رو نوکر فرعون آفریده و فرعون را حاکم بر ما آفریده. حواستون باشه بر علیه و حاکم خودتون صحبت نکنید. این ملاهایی که امروز جنایات اینا رو توجیه میکنن و این انسانها رو سایه خدا در زمین میدانند، در حقیقت همون کاری رو دارن انجام میدن که در دربار فرعون بلعم باورا انجام میداد. و با اونها و با فرعون و هامان و با قارون و با بلعم باورا محشور خواهند شد، کسانی که این ظالم ها رو سایه خدا در زمین میدانند. ما در شبکه وصال حق تا وقتی که این قوانین ظالمانه‌ای که در تاجیکستان بر علیه مسلمان ها، تک تک این قوانین، تا وقتی که این قوانین رو امام علی رحمانوف و حکومت تاجیکستان بر نداره، آزادی کامل برای جوانها، تا وقتی که مساجد تاجیکستان دوباره باز نشه، تا وقتی که ممنوعیت حجاب برداشته نشه، تا وقتی که خواهران ما آزادانه نتوانند در شهرهای تاجیکستان حجاب بر سر بکنن، انشالله شبکه جهانی وصال حق با برنامه‌های زنده در افشا نمودن چهره این دشمنان اسلام و دین کوشش خواهند کرد و صدای مظلومیت ملت تاجیک را به گوش جهانیان خواهند رساند، به عربی، به انگلیسی، به هر زبانی که بتوانیم. انشالله ما این کلیپ ها را جمع آوری خواهیم کرد
و یک فیلم مستندی هم در این مورد آماده خواهیم کرد و به زبانهای مختلف پخش میکنیم تا سراسر جهان بدونن و ببینن که ملت تاجیکستان گرفتار یک عده انسانهای ظالم، ستمگر و طغیانگر هستند و نه آزادی بیان است، نه دموکراسی است، نه حقوق بشر است. همه اینا شعارهای دروغینی است که امام علی رحمه الله و اطرافیانش مردم رو با اون فریب میدن.